بعضی مردها همین قدر نامردی هستند که با همسرش وقتی جنجال میخوره و زنش خونه مادرش میره و قهر میکنن، پس دیگه سراغش نمیکنه. نه قطعی همون همسرش صلح میکنه که زندگی بکنه، نه همون زن طلاق میتیه که برای هم زندگیش ببینه، اگه اون شوهر بکنه. زن در بین آب و آتش همین خیلی قرار میگیره. از الله بترسه ای مردهایی که زنه که همین قدر در تنگنا قرار میتیه. ها اگر شما قطعی او زندگی کردن نیت نداره، حتما او را جواب شبته که او را هم زندگیش ببینه. بیچاره زنه که در همین تنگنا قرار میتیه، نه بیچاره شوهر کرده میتونه، نه قطعیش خودت میره نامرد، نه خودت میره صلح بکنی و زندگی بکنی. زنه کمبودی ها داره، با وجود همین کمبودی هاش خداوند سفارش میکنه مردها را که و عاشروهن بالمعروف، با زنها رفتار نیکو داشته باشه. و پیامبر خدا خودش همین کمبودی های زنها را میگه که زن ناشکره، همیشه شوهرش ناسپاسی میکنه. همین خیلی کمبودی های زنها را بیان میکنه، ولی در برابر این میفرماید استوصوا بالنساء خیرا، من شما را تاکید میکنم که با زنها رفتار نیک داشته باشه. پس از جهت همین ضعیف بودن و از جهت همون کمبودی های اونها خدا مرد خداوند در بالای زن سرپرست گرداند تا اینکه همون مردی که قوی هسته زن سرپرستی بکنه. به مثل یک کودک، همین کودک شما اگر قهر میکنه شکلات در دستش میدی، شکلات دود میگه میپرتویه، تو با خرسندی میگیری سرش دستمال میکنی، با شکلات میبری در دستکش میتی و خرمته مرمته میکنی فرزنده. زن هم همین خیلی ضعیف هسته، او را خداوند او امانت در پیش تو گذاشته، امانت خیانت نکنی. شما مردهایی که در حق زنها همین قدر مثلا ظلم و ستم میکنی، از الله بترسه. خواهرای خودتون فکر کنه که شوهرش همین قدر او را در تنگنا قرار تیه، برای شما چقدر ناپسنده. بیاره در خونه شما خواهرتون پرتویه و سراغش نکنه، نه طلاقش کنه نه مثلا سراغش بکنه. زنی که اگر همین خیلی مردش او را سراغ نمیکنه، طلاقش نمیتیه، چندین سالها گذشتگی ای، او باید با همون کلانو مراجعت بکنه. کلانوی دو طرف باید این مسئله را ریشت بکنن، یا اینکه با رئیس محله مراجعت بکنن. کلانوی همون محله های مثال بیان با این مردک مراجعت بکنن که زندگی کردنی هستی یا که نه. زندگی کردنی که نباشه، زنه که طلاق بتیه که مثلا ایران زندگیش ببینه. این مردها رو چی بلا زده سبحان الله که اینقدر روز حساب و جزا رو شما فراموش کردی که در حق زنها اینقدر شما ظلم میکنی. از الله بترسه این مردهایی که در حق زنها ظلم میکنی.